چگونه ما پروژه کوچک 10 دلاری را به 10,000 دلار تبدیل کردیم و هم از افغانستان با یک تیم کوچک خود. امروز میخوایم که براتان در مورد بک‌گراند خودم و همچنان دو راز بسیار زیاد مهم براتان بگویم که دو راز میتونه بر شما کمک بکنه مسیر فریلنسینگتان بسیار زیاد خوب پیش ببرید. سلام، من لطیف لاسیفی هستم. مدت 3 سال میشه از افغانستان فریلنسینگ میکنم و در اپورک من حیث تاپ ریتد پلاس که از 3% بهترینای جهان حساب میشه فعالیت دارم و با صدها جوان همکاری کردیم که مسیر فریلنسینگشان از افغانستان آغاز بکنن و امروزه کار میکنن که در ویدیو بعدی در مورد بک‌گراندشان بر شما خواهم گفت. خب قسمی که ما شما در هر مسیر وارد میشیم حتما چالش‌هایی هست، موضوعاتی هست که قبل از اینکه ما آغاز بکنیم باید در موردش بفهمیم. یا هم ما مسیر آغاز کردیم ولی بعضا با مشکلات سر میخوریم که قبلا تجربه نداشتیم. پس بهتر است که ما از یک کسی یاد بگیریم که اونا قبلا تجربه کردن. و ما کسی هستم که مدت 3 سال تجارب بسیار تلخ و شیرینی داشتیم که من برای شما شریک میکنم و این تجارب میتونه بر شما همکاری بکنه که شما این مسیر را راحت تر از ما آغاز بکنین. پس بیاین ما در مورد دو راز بسیار زیاد مهم صحبت بکنیم. راز اولی است که کلاینت کمیونیکیشن، چگونه شما برای مشتری ها ارتباط برقرار میکنید. حالا خود در مورد از اینکه چگونه شما برای مشتری ارتباط برقرار میکنید از چت جی پی تی و جای بسیار زیاد ما شما میتونید معلومات بگیریم. ولی که یک کس خودش تجربه کرده باشه و یک پروژه انجام داده باشه، همراه مشتری ارتباط برقرار کرده باشه، این میتونه به مراتب برای ما شما همکاری بکنه که مسیر خود ما را به همین شکل چی بکنیم آغاز بکنیم. ما یک ویدیو برای شما ریکارد کردیم از ارتباط ما با یک مشتری، کلا پروسه و مراحل را برای شما گفتیم، چگونه ما امروز اینا چت را آغاز کردیم، چگونه ما اینا را قناعت دادیم در صورتی که ما پروژه از دست داده بودم ولی بازم ما کوشش کردم از اون جملاتی که ما قبلا تجربه داشتم استفاده کردم و مشتری را راضی کردم. این را ما مکمل در ویدیو برای شما چی کردیم گذاشتیم. پس شما این ویدیو را تا آخر ببینید چون این میتونه یکی از مهمترین ویدیوهای باشه که شما در این چینل میبینید. تنها در چینل من در تمام یوتیوب افغانی شما میبینید. موضوع دومی است که شما چگونه پروژه کوچک را به پروژه بزرگ تبدیل میکنید. یعنی ما چگونه 10 دلار را به 10,000 دلار تبدیل کردیم. در این قسمت خیلی از موضوعات است که در کلاینت کمیونیکیشن یا ارتباطات با مشتری ما صحبت کردیم. پروژه‌ای که ما کار کردیم مکمل برای شما از روی پروفایل نشان میده و شما میتونید که او را به شکل زنده ببینید. به خاطر اینکه شما پروژه کوچک و بزرگ تبدیل بکنین، اولین نکته که شما بسیار زیاد براتون مهم است و نیاز است این است که شما باید کار با کیفیت انجام بدید. بله، در قسمت کار شما باید بسیار زیاد محتاط باشین. اینطور نباشه که شما پروژه را گرفتین، مشتری را به انتظار بگذارین و یک روز دو روز دلی بکنین، چون وقت بسیار زیاد مهم است و در ضمن وقت شما کیفیت را هم باید من نظر بگیرید. پس شما کوشش بکنین پروژه‌ای را که شما میگیرین هرچی کوچک باشه شما را بسیار با کیفیت انجام بدید. شخصا من خودم چی کار میکنم؟ قبل از اینکه من پروژه اپلای بکنم میرم بک‌گراند مشتری را مکمل میبینم که مشتری از کدام کشور است، چی کار کرده، قبلا همراه کیا کار کرده و چی مقدار پیسه را مصرف کرده. این بسیار زیاد مهم است. معمولا من مشتری اروپایی امریکایی را انتخاب میکنم چون اینا همیشه پیسه بسیار خوب میتن و گوش میکنن شما را حمایت بکنن در جریان کارتان. در این قسمت که است این مشتری ها چی کار میکنن؟ در پروژه بزرگشان تاسکای بسیار کوچک را چی میکنن؟ پست میکنن. مثلا پروژه را 5 دلار، 10 دلار، 15 دلار. و این پروژه را اگر شما مشتری خوب بشناسین میتونید شناسایی بکنین و پروژه کوچکتان را به پروژه بزرگ تبدیل بکنین. ما میرم پروژه کوچکی که مشتریای بسیار خوب میمانن براشون اپلای میکنم و او تاسکای کوچک را بسیار خوب انجام میدم. یعنی با کیفیت انجام میدم که خود مشتری واقعا راضی باشه. و بعد از این معمولشون بخش بعدی را پیش میرم. بعد از ما بعد سوالا براشون ارسال میکنم و اینی سوالا باعث میشه که اونا بفهمن که ما در مورد پروژه از یا بسیار جدی هستم و میتونم بیشتر امرای از کار بکنم و به این شکل ما میرم تاسکای زیادی را انجام میدم و کارشون پیش میبرم. نکته دومی که ما من نظر میگیریم این است که در پروژه کلان بر شما تیم مهم است. یعنی شما نمیتونین به تنهایی پروژه کلان رو چی بکنین انجام بدین یا مدیریت بکنین. به همین خاطر من همیشه در پروژه خود از دوستا و از رفیقای خود استفاده میکنم، از شاگردای ما، کسایی که میتونن در او پروژه همراه ما همکار باشن، میتونن که او تاسک بسیار با کیفیت خوب انجام بدن. من اینا را قبل از قبل شناسایی میکنم و به خاطر پروژه خود چی میکنم مشخص میکنم.
وقتی که من پروژه را دیل کردم، پروژه را قراردادش گرفتم، من از اینا شریک میکنم و بر از اینا هم مقداری که حق زحمشان میشه برشان میپردازم. و به این شکل میتونیم که ما تعداد تاسک‌های زیادی را انجام بدیم و پروژه کوچک خود تبدیل به یک پروژه بزرگ بکنیم. البته شاید بگین که خب پروژه بزرگ هم اگر بگیرین خود یک مقدارش تقسیم میشه، ولی مهمی است که پول وارد افغانستان شود و یک جوان افغان ما از استفاده بکنه. مهم نیست که حتما کل پیسه بر ما بیاید. پس به این خاطر شما کوشش بکنید که کسایی را داشته باشین که در پروژه بزرگ همراه شما چی بکنه، همکاری بکنه. این نکات بسیار زیاد مهم است و شما میتونید از این چی بکنین، استفاده بکنین. هدف از یک کلا از پست از این پروژه ای است که کمیونیکیشن و ارتباطات است که شما چه قسم کمیونیکیشن میکنین، ارتباطات میگیرین همراه مشتری ها. یک لحظه که یک کار مشتری ها رو پیدا کنیم که خب ببینین دوستا، اینی شروع پروژه بود 3 می است، ساتردی 3 می است، 1:47 ما برش چی کردیم؟ پروپوزال لان کردیم، یک دونه هوک نوشته کردیم برش. درست است، با نام مشتری نمیفهمیدیم، دیار هایرینگ منیجر باش نوشته کردم و در قسمت کارش برش گفتم که من این کارش میتونم و خلاصه می کارتا من چه قسم انجام میتم، تیم من چه قسم انجام میته و اگر مثلا خودت ای بخش 110 یا تا 100 تا تاسک چقدر نیاز داشته باشه، حتی تا 1000 دانه بار پلاس هم باشه من برات انجام دادم میتونم. کل موضوعات برش گفتم و در قسمت ریپلی برام داد. صحیح است؟ اینجا گفت this project concerns the audio collection and 60 quick words for this job. You have to record the words and portal خود ایره برام گفته، طریقش گفته. ما برش اینجا ریپلی دادم. Thank you for your response. Absolutely, I'm interested. Will give me the instruction document. Document از پیش پرسیدم که اسناد و امو داکومنت هایی که در بخش راهنمایی کار است رو برام نشان بدین. For better understanding the concept, we will start immediately. بعضی گفتم که خب ما کار فهمیدم، میتونم که وقت شروع بکنیم. برام یک مسیج کرد، مسیج پاس پاک کرد. ولی من خوانده بودم دیگه چون که آنلاین بودم، مسیج خوانده بودم. ببین 1:59 2 بجه. Great. I assure you will have a great experience. اینجا کامنتش جمع کردم. Now the project is on hold. I will reach you soon. اینجا چی موضوع شد؟ اینا نیاز داشتن یک کسی که انگلیسی خوب بلد باشه و نیتیو سپیکر باشه و کارش فلوئنت باشه، چون که سیستم AIS یا بسیار محتاط می باشن و کلاینت هم که از تقریبا وقت 3 لک و چند هزار دلار مصرف کرده بود. و رفتم اکانت زیر خوب چک کردم، فیدبک های قبلی زیر چک کردم، دوباره آمدم در جانش چون که اینجا مرا جواب داد، مرا گفت که پروژه در هولد رفت. در صورتی که پروژه جریان داشت، من دیدم که نفر هایر کرد، در پروژهشان بسیار نفر زیاد استخدام کرده بودن. باز من اینجا گفتم اوکی don't hesitate to call me, I'm here to support you. اوکی باز اینجا یک ایموجی برشان کردم، رفت دیگه اوکی thank you. گفتم is there any technical issues. یک سوال کردم از پیش، چون برای ما پروژه از مهم بود و با مشتری ها معمولا مهم است وقتی شما سوال میکنید در مورد مشکلات پروژه یا موضوعات پروژه، باز اینا زود بر شما ریپلی میده. بروز بعدش باز ما برش پیام کردم hey dear, I recently saw that you re-announced the project. May I know the reason why you did not select me as your assistant in this project. Let's do a demo for your confident. سعی کنم ما اینجا کمی از حس کار شلایی که میگن ریسپانس میکنی، میبینی که نفر هایر میکنه ولی خودت در او لیول نمیبینه کارش انجام داده میتونی. ولی اگر خودت مطمئن هستی، رو براتون میگم که اگر مطمئن هستین یک بخش یک کار انجام داده میتونین و
اونو سیستم کارش خوب بلد است. چون ما سیستم کارش خوب بلد بودم قرار کار کردیم. ما خوب مطمئن بودم. آمدم باز دوباره یک چک کردم، ما برای به این شکل یک پیام یک فالو اپ دادم. گفتم که اگر کدام مشکل باشه یا کدام موضوع خاص باشه که مرا انتخاب نکردی میشه که برای ما بگی. به اینجا گفت ما تو میتونم یک دیمو برات انجام بدم. و در قسمت ما رفیق ما ریسپانس چیز کرده بودم، براش انتخاب کرده بودم نامش که او خودش امروی مردم یوکی و یو اس بسیار زیاد سرکار داره. و ما گفتم که تیم لیدر یعنی این نفر است و ما میخوایم امروی کار بکنم. گفت 5 دقیقه صبر بکن. ببینین یک سوال براش ایجاد کردم با اصطلاح وطنی هم شلگی ما اینجا کار کرد دیگه. باز بعض شور ام هیر باز یک ریسپانس بسیار سریع برش دادم. باز از 4 دقیقه بود دیگه. تا یک ساعت هم وقتی شما به مشتری ریسپانس میدین، این ریسپانس یا جواب سریع حساب میشه. برای من دیمو روان کرد، کل موضوعات روان کرد. ما دوباره برش روان کردم، گفتم من کل چیزا فهمیدم، کل استجای کار فهمیدم، گفتم من میتونم که انجام بدم. Let's begin. گفتم yes. گفتم yes I have large team. خود خلاصه کلش رو برش گفتم من میتونم که پروژه انجام بدم. یا شور گفت انجام ده. So can we start the project? May I know your agent documentation? ما کل ایجون معلومات برش دادم. برای من سعی کنین میگه I can offer you $10. برای من $10 پروژه شروع کرد. پروژه فی ساعت کار برای من $10 داد. به نظر شما این پروژه ما در چند تشکیل کرده باشم؟ آخرا برای ما در این پروژه بیشترین مقداری که فی ساعت برای ما داده باشه چند بوده به نظر شما؟ ما امروز این نفر این پروژه شروع کردم. همیشه شروع کار که است بسیار کوچک می باشه. این نفر فقط میخواست تنها امروز ما کار بکنه، فقط یک تاسک برای ما میداد و قرار نبود که کل تاسکا رو برای ما چی بکنه؟ تسلیم بکنه. خب ما چی کار کردم؟ یک تاسک برش انجام دادم. ما گفتم what is the price for the whole project? I mean how many tasks do you have? I will pay you $10 per milestone. خب اینجا برش گفتم can you tell me about the timing, how much time it will take per task. سعی مکمل از پیش پرسونایی کردم که کسایی میفهمن این موضوعات رو در پروژه در هر بخش که مسلکش باشه و در اون بخش تجربه داشته باشه. یعنی چت جی پی تی اینجا با شما همکاری کردن میتونه که چقدر وقت میگیره تاسک. او جنرال برای شما معلومات میده. اگر شما در یک بخش کار کرده باشین، مهم نیست که همراه یک مشتری کار کرده باشین یا خودتان مثلا در اون بخش خوانده باشین، یاد گرفته باشین، با شما میفهمین که یک تاسک چه قسم از پیش پرسان بکنی. زمانش خب من میفهمیدم ولی بازم من پرسان کردم به خاطر اینکه توجه زیر بیشتر جلب بکنم. میگفت 45 دقیقه. بعضی ما گفتم که hey man, let's make it a bit more higher. I mean the price. I will give you the quality. Do it $50 per task. سایکو این رو گفتم حالا شما اینجا پیشنهاد میدین به خاطر اون استیتمنت و پیشنهادتون که است یک بکاپ یا یک جمله مثلا داشته باشین که او را اکمال بکنه، او را سپورت بکنه، سپورت همون سنتنس باشه. See, in every project, quality talks first. My team will give it to your project. سعی ما برش گفتم امی کوالیتی یا کیفیت در پروژه گفتم مهم است دیگه. چون که مشتریایی که همیشه میبینیم مشتریایی که پیسه زیاد مصرف کرده باشه و مشتریای سابقه دار در پلتفرم باشه، در پلتفرمی که باشه، اونا معمولا به کیفیت میبینن و شما اگر کیفیت برای خیزوا بکشید اونا همیشه نرخ بر شما بلند میکنن. یک تجربه شخصی است که من بر شما شریک میکنم، شما همیشه از استفاده بکنید. ولی مشتریایی که مثلا تازه کار باشه یا مشتریایی که دو سه کار میکنن، اونا بیشتر روی قیمت امر شما جنجال میکنه. با شما زیاد در کوالیتی امر از اون دیگه بحث نکنین. اما قیمتی که هست اگر بر شما میشه کار بکنین، اگر نمیشه نکنین. ببینین سایکل $50 اوکی دان شد. So let's get start officially. ببینین شما وقتی امر یک مشتری که پتانسیل داشته باشه یا یک مشتری قوی یا قدرتمند کار میکنین، شما مستقیم نگوین که برای ما قرارداد روان کو یا برای ما پیسه روان بکو یا مثلا این قسم. با اونا از کلمات بسیار تکنیکی و
پروفشنال استفاده بکنین، تخصصی استفاده بکنین. اینجا منظور از let's get start officially ای است که با یک قرارداد شروع بکنیم. یعنی اونو قرارداد پیسر به نحو متفاوت برش گفتم. این نفر وقتی ما به این شکل امروز چت میکنم، چون من قبلا تجربه داشتم و این را بر شما شریک میکنم. این خودش میفهمید که منظور ما چی است. اوکی I send the offer. این قسم من هم جایگاه خود سیف کردم، هم یکمی برای این نشان دادم که من یک کسی با تخصص هستم. یعنی من میفهمم که چه قسم امروز کار بکنم، امروز یک مشتری که کار بکنیم. کلا به این شکل ما پیش رفتیم. $15 شروع شد و این پروژه به حدود 10,000 رو بیاین برتان جمع مشخصا نشان بدم. همه امروز تیم رابی ما در کدام زبان ها کار کردم و چقدر ما امروز اینا کار کردیم میره در روی پروفایل بگویم. سعی کنین مهم چی است در کمیونیکیشن، در ارتباطات شروع کار است. اما قسمی که ما شما همیشه بر ما گفته شده یا بزرگای کسایی که دانشمند هستن، اونا میگن که شروع کار نیم کار است. هدف کلی از این موضوع چی است؟ یعنی در شروع کار شما هر چقدر خوب بدرخشین، خوب زحمت بکشین، خوب کار بکنین، اما قدر نتایج زیاد را شما بگیرید. پس تا اینجا بیاین ما شما یک بار چک بکنیم پروژه‌ای که امروز اینا کار کرده کدام پروژه است. اینی پروژه اینی چیزا ببینید. امروز از این مشتری است، آخرین روزای کار بود امروز. برای ما این $300 که داده، این $300 به اساس کار نبوده. خب این $300 یک بونس بوده برای ما، چون که من امروزشان خوب کار کردم و پروژهشان خلاصه به نحوه به یک موفقیت بسیار خوب رساندم. امروز یک تیم خیلی خوب امروز کار کردیم و همیشه رسپانس در وقت دادم برش. میتینگ میگرفتیم، در میتینگ بسیار زیاد امروز دوستانه رفتار میکردیم. شما امروز مشتری وقتی کارتان شروع میکنین کوشش بکنین از لحاظ کلچر، عنعنات و از لحاظ سیستم محیطیشان هم با خبر شوین. کم بیش این مشتری ما از امریکا بود ولی خودش امریکایی نبود، اصل هندی بود ولی اجنسی و کمپانیشان در امریکا بود. ما اینا را چه قسم چیز کردم، بسیار رفیق ساختم. ما نکته کلیدی کار خود پیدا کردم. مثلا فهمیدم از لهجهشان که یا هندی هستن. ما پرسان کردم، گفتم شما از هند هستین؟ گفت بله آقا ما از هند هستیم، این تو یک اجنسی داریم و ما در این بخشا کار میکنیم و بیش از 25 کشور ما نمایندگی داریم. ما یک رفیق دارم، این بسیار گفتم تو فود لاور است، گفتم عاشق غذا است، نان است. چی میگی؟ خوب است خیر. گفتم بسیار هم یک رقم نرمال برای ما جواب داد. گفتم لیکن جنگ ما همیشه سر چی است؟ سر یک غذای بسیار مورد علاقه ما است. گفت کدام غذاست؟ سوال برش پیدا میکردم با جواب میدادم خودم برش. گفت که کدام غذاست؟ گفتم او غذا بریانی است. خب من اینا میفهمیدم که هندیا که است، اما غذای مورد علاقه شان که است دال و بریانی است و بریانی بسیار زیاد برشان علاقمند است. ضمن از اینکه من امروز کار کردم، من امروز یک روابط بسیار دوستانه ساختم و برای از اینا گفتم که برادر اینمی بریانی که است برای ما بسیار زیاد مهم است و شخصا موقعیت هم مهم است دیگه. موقعیت ما در کابل باشیم یا در مزار باشیم یا در قندوز باشیم، در هر ولایت باشیم، جایش پیدا میکنیم که در کجا بریانی خوب میده. دیگه امروز در این قسمت بسیار زیاد رفیق شدیم. بازی مرا گفت که اینجا گفت یک کارمند ماست، گفت هم بسیار همیشه در جنگ است امروز ما. این کسی که امروز ما همیشه میتینگ داشت، این تیم لیدر پروژه بود و این پروژه بیش از $4 لک فکر کنم این پروژه ارزش داشت و ما گفتم که ما چقدر میتونم از این پروژه امروز کار بکنم. گفت خودت یکم دیر گفت جان شده، گفت شاید حدود گفت $5,000 تا $7,000 کار بکنی. گفت اگر بیشتر کار بکنی شاید بیشتر باشه. و ما در این پروژه امروز تقریبا بیش از $10,000 کار کردیم. یعنی داخل پروژه رسیدیم، هم رفیق شدیم. یعنی همیشه پروژه داشته باشن برای ما میرسن و ما را میگن که مثلا این پروژه رو دادیم، ما میتونی نمیتونی یک تست بکنیم، اگر میتونی این پروژه بر تو میدیم. چرا هم از لحاظ یک فریلنسر خوب امروزشان رفتار کردیم، هم از حساب رفاقت امروزشان پیش رفتیم. یعنی میکس پروفشنال و فرندلی پیش رفتیم. هم اونا لذت بردن از کار، هم پیسه گرفتیم، هم خرما و هم ثواب شد. یعنی اینا به خاطر چی بر شما میگم که شما همیشه در پروژه بسیار زیاد هم رسمی نباشین
و بسیار زیاد هم دوستانه نباشین. همه چیز تعادلش هم در نظر بگیرین. مشتری‌ها را بفهمین که خوی خصلتش چه قسم پیدا میکنین. این بر شما کمک میکنه که مشتریایی را پیدا بکنین که پتانسیل بسیار زیاد داشته باشه. منظور از پتانسیلی است که اونا اسپند یا مصرف بسیار زیاد میکنن در پروژه و پروژه بسیار زیاد داره. همیشه میتونه که بر شما پروژه زیادی را بده. یعنی فقط کافی است که شما 2 تا 3 تا مشتری خوب داشته باشین. 100 تا 1000 تا نه. 2 تا 3 تا مشتری خوب همیشه بر شما پروژه مختلف بده. شما میتونید که بسیار زیاد امراضی مشتری پیش برید. یک پروژه ازی است که از 16 می شروع شد تا 17 جون 2000 شد. $300 برای ما در یک پروژه برای ما داد. $185 در یک پروژه برای ما داد. یعنی امروز یک مشتری که ما چقدر کار کردیم. یک مشتری خوب گفتم براتون $220 در یکش کار کردیم. $400 در یک پروژه شد. $342 در دیگه پروژه شد. $200 در دیگه شد. $792 در دیگه پروژه شد و $990 در دیگه پروژه شد. $21 هم یک مشتری در دیگه پروژه شد. به اینمی شکل اینی پروژه پیش رفت و این سیستم بلد شد و مکمل اینی سیستمی که به اینمی باج رسیدیم. گرفتن ایزی باج حداقل به یک نفر 2 سال وقت میگیره که ایره باید داشته باشیم. ولی ایره ما در کمتر از 6 ماه الحمدلله گرفتیم. به خاطر چی؟ چون که ما تجربه داشتیم. قبلا تا تاپلت از ایره رسیده بودیم، تا 10% بهترین رسیده بودیم و چون که تجربه داشتیم برند دیگه خود زودتر بلد تانستیم. همراه مشتری ها ارتباطات خوب برقرار کردیم. هر مشتری که همراه ما کار کرده رضایت کامل داشته، چون که برای ما مهم رضایت مشتری بوده. کیفیت کار بلند بردیم. هر چی کیفیت کارتون بلند باشه در هر پلتفرمی که باشین مشتری ها بر شما پیسه زیاد میپردازه و در وقت باز بر شما اینطور یک موضوع نمیباشه مثل سیستم افغانستان وری یک دفعه مقصد کار خوب بکنه برش کارش پیش بره دیگه باز تو رو نمیشناسه. اون رقم نیست. اونا تو ریفر میکنه به کمپانی‌های دیگه، به مشتریای دیگه و اکثریت پروژه‌ای که ما گرفتیم از طریق ریفر بوده. یعنی یک مشتری را خوب کار کردیم برش، یک مشتری دیگه ما روان کرده لینک پروفایل ما و برای ما اینوایتیشن روان کرده و گفته که ما امروز میخوایم کار بکنیم. به این شکل یعنی شما میتونید یک سیستم بسیار خوب و بلد بکنین و در کل ابا جرنی فریلنسینگتون موفق بسازین. این تجارب که است بسیار تجارب گلی است و بسیار به درد شما میخوره. از شما نکات کلیش میشه که نوت بکنین برای خودتان که کدام استپا را مثلا ما میگیرم به خاطر کمیونیکیشن ارتباطات و در جریان از اینکه مثلا ما ارتباطات برقرار میکنیم چه قسم یک جمله دیگر سپورت میکنه. باز بعد از او مثلا ما وقتی پروژه امروز قرارداد کردم کار کردم میتینگ گرفتیم چه قسم ما میتونم که امروز اونا بیخی همین محیط را دوستانه و صمیمانه بسازیم تا همیشه که پروژه داشته باشه راحت برام بگه همیشه اینا بتونم بالا اعتماد بکنه و پروژه را همیشه برام بده. یعنی به دیگرها هم مرا بتونه ریفر بکنه. این سیستم شما پیش خودتان نوت بکنین. کلا سیستم بخاطر در دنیای فریلنس ساختن اکانت نیست. اینمی ارتباطات است، پروژه را دند کردن است، به نحو درست کار کردن است و کلا برای خودتان یک استراتژی و یک سیستم جور کردن است. اگر شما میخواین یک فریلنسر خوب شوین، یک فریلنسر موفق باشین، لازم نیست که دیگه بزنس ها هم بکنین، مشکل نداره. ولی در فریلنس همیشه بر شما انکم هست، همیشه بر شما پروژه خوب است. حتی در اسکلایتان شما پروژه بسیار بزرگ گرفته میتونین که شما را متحول میسازن. در ای کامرس هم شما کار میتونین، در فریلنس هم شما کار میتونین، هر بخش دیگه هم میتونین. ولی لانگ ترم انکم بسیار خوب است و در کل هم سرمایه بر شما میسازن و هم میتونین که راحت از هر جایی که باشین کار بکنین. اصلا بر شما مشکل نیست و هم جنجال برانگیز هم نیست. مطمئن هستم که این ویدیوها بر شما بسیار مفید تمام میشه. همراه دوستایتان شریک بکنین و حتما این چینل حمایت بکنین، چون قرار است ما میشن 100,000 نفری را تا سال 2030 تکمیل بکنیم و 100,000 جوان حداقل ذهنیت فریلنسینگ برشون بدیم و بر از این بارمندی را بدیم که اینا هم میتونن از مهارتشان عاید آنلاین داشته باشند و هم از افغانستان نشسته. یعنی هیچ نیاز نیست که اینا به یک واسطه یا هم اینا به یک سرمایه خاص نیاز داشته باشند. فقط اون مهارتشان است و میان وارد دنیای فریلنس میشن و کارشون رو پیش میبرن. چیزایی که من بر شما در چینل میگم من مطمئن هستم که در هیچ چینل شما پیدا کرده نمیتونید، چون قرار نیست که این کانتنتی که من بر شما در اینجا میگم
دیگرها برای شما حتی در کورس پریمیومش بر شما بگه. پس حتما حمایتتان را داشته باشین تا این چینل دیگه هم رشد بکنه و با کسای این چینل برسه که اونا واقعا نیازمند هستن و از این مستفید شوند. اگر در قسمت ویدیوها و برنامه اگر چیز سوال داشتین حتما در کامنت بر ما بنویسین، ما بر شما جواب میدم.